سرخط خبرهای مهم: مذاکرات آمریکا و روسیه با چه نتیجه به انجام رسید؟ بازداشت صاحب ظفرشاه برای گیف‌های تقلبی و مرکز مخصوص عرض شکایت برای صفت علاقه و اینترنت. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. امیدوارم خوبید و نویدی بام نادری رو تماشا دارید. امروز چهارشنبه 19 فوریه. برنامه را از یک خبر بین المللی آغاز می‌کنیم. مذاکرات مقامات بلندپایه آمریکا و روسیه بر سر طرح صلح در اوکراین به انجام رسید. این نخستین مذاکره بین آمریکا و روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین است. گفتگوی نمایندگان دو کشور در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، بیش از 5 ساعت ادامه کرد. این مذاکرات بخشی از تلاش‌های دیپلماتی آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین گفته می‌شود. در این واخوری همچنین موضوع فراهم کردن واخوری راهبران آمریکا و روسیه بررسی شده است. پس از انجام مذاکرات، مقامات روسیه به خبرنگاران گفتند که این گفتگوها قدم نخست بود. به گفته یوری اوشاکوف، یوار پرزیدنت روسیه، ملاقات خوب گذشت. وی گفته است دو طرف به موافقه رسیدند که نمایندگان دو کشور وضعیت در اوکراین را بررسی کنند. مارکو روبیو، کاتب دولتی آمریکا، تاکید کرده است که در پیشکاری زیاد است. روبیو گفته است آمریکا طرفدار یک صلح پایدار و عادلانه در اوکراین می باشد. به نشست در عربستان سعودی نمایندگان اوکراین دعوت نشدند و طرح برای پایان جنگ هم معلوم نیست. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با نگرانی از حضور نداشتن نمایندگان کشورش در نشست عربستان گفت کیف همه گونه مذاکره درباره اوکراین به حضور اوکراین را به نتیجه می‌داند. هیچ سازشی که به ما بررسی شده است قبول نداریم و آن را اعتراف هم نمی‌کنیم، گفته است او. خدمات علاقه تاجیکستان از تأسیس مرکز مخصوص تماس برای عرض شکایت شهروندان خبر داد. به گفته این نهاد، از این به بعد ساکنان می توانند با تلفن باوری 4030 و آنلاینی از مشکلات خود در ساحه اینترنت و علاقه مراجعت نمایند. خدمات علاقه تاکید کرده است که مرکز شبانه روزی و صرف نظر از روزهای استراحتی عرض و شکایت‌ها، مشکلات با اپراتوران و دیگر مسائل وابسته به ساحه تلکمونیکاسیون را قبول می‌کند. در مرکز مخصوص تماس به رادیو آزادی گفتند در روز اول کاری به آنها بیشتر از صفت اینترنت شکایت‌ها می‌رسند. شکایت‌ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سال‌هاست که صدا می‌دهد. این گونه شکایت‌ها تقریباً از همه منطقه‌های کشور در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند. در رده‌بندی اسپید تست گلوبال ایندکس، تاجیکستان از روی سرعت اینترنت موبیلی میون 143 کشور در مقام 139 قرار گرفته است. فعلا تعداد مشتریان اینترنت موبیلی و ثابت در تاجیکستان 4.5 میلیون گفته می شود. مقامات انتظامی نسبت به یک بلاگر ظفر نظیرزاده معروف به ظفرشاه با ماده قلابی پرونده جنایتی آغاز کردند. در خبر وزارت کارهای داخلی آمده است ظفرشاه که در شبکه‌های اجتماعی بازی‌های بردناک یا به اصطلاح گیف تشکیل می‌کرد، هنگام تقسیم تحفه و جایزه‌ها به قلابی راه داده است. به اطلاع منبع، ظفر نظیرزاده پول چیپته‌های بازی را به منفعت شخصی صرف نموده است. همچنین به گفته مقامات ظفرشاه با روح فریب شاه جایزه‌ها یا همان ماشین‌ها را با نسیه خریداری کرده، مبلغش را قسماً یا عموماً پرداخت نمی‌کرده است و در اعلان‌های خود عکس و ویدیوی ماشین‌های گران ارزش را گذاشته مشتریان را فریب می‌داده است. نظری ظفر نظیرزاده به این قضیه معلوم نیست. نسبت به نظیرزاده تفتیشات آغاز گردیده، مقامات از کسانی که از این بلاگر ضرر دیدند دعوت کردند که به آنها مراجعت نمایند. در شهر و نواحی کشور واخوری‌های پیش از انتخاباتی با انتخاب کنندگان ادامه دارد. خصوصا در ولایت ختلان نامزدها به کرسی پارلمانی ملاقات گذرانده ساکنان را با برنامه‌های پیش از انتخاباتی شناس می‌کنند. در مرکز ولایت ختلان شهر باختر انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان شهر نیز گذرانده می‌شود. همکارانمان در یک نظرسنجی از ساکنان این شهر درباره نامزدها و برنامه‌های آنها پرسان شدند. انتخابات اکن این برای پیشرفتی و ریسپوبلیکا در تاجیکستان دیپوتات اینما رایان وقت یکف همینش نمیدونم چیه بچه و 35 ساله 32 ساله البته چی بود نمیدونم این پیشرفتی ریسپوبلیکا همین چی خمون نمیشناسیم نامزدای خمون نمیشناسیم اینجا همسایه مرجوی خمون تیم مرد تایکو
خط یاردم میکنه رو آورد میکنه честное слово, я ничего не знаю. Я целый день дома сижу, и вот я только вышла на базар и все. А по-ламски я не знаю, честно. Ами дирӯз аму қоғазоша гирифтам ростига боли як шинакадагим хай мехонинда мебинем ки қоғазоша гирифтагим аму суратошуно овардем кӯдакҳорам додам аму овардем хонада хай узр акали як меомӯзем да оли насиб кина бинем ами гирам овардан додам дидем хай бо мебинем бо мисол баъдтар маълум мешавад агар ҳозир шароитҳо нақш шудагии худоро шукр ана нафақаҳо ҳозир баланд шуда истодааст мана мисол ай сентябри 25 сол бо 10% зиёд мешавад ана хай бачаҳоям ҳозир ҷои кор бисёр шуда истодааст мумкин ҷои кор агар бисёр шавад бачаи манам мумкин кор барои мо дар коғаз оли надодиан тарафи ҷаҳон худо мегӯян тинҷӣ шава амонӣ шава арзонӣ шава худо мегӯян ки ам вакило ам ҷои хичона нағз бигиранд мақсад ордам ам руғанам шакарам арзон шава бо чӣ қамода хуба барои зиндагӣ шока ғаймора бихӯрам мо ам ғаймора бихӯрем ки мақсад яки мо ам дешава من روزی تلویزیون تماشا نمیکنم گوش نمیکنم راستیه من ندارم تلویزیون نه دیکتاتور سوال ندارم من استان ساختمان وکیلی که اکو مقصد که همین صاحبی مقصد ملکی همین وای تاجیکستان ها پیشروی میکنند که همین خسم میخورن که ما زو عبود میکنیم نوای میکنن که خدا خودش میدونه ایمانو تقوا بکنه نه بخدا من هیچ کارم نمیشناسم من اینجا نیستم اکما جای خودم خشلاق نمیبرم بسیار نمیجا میام خونه و چند بو میگردم میرم نمیدونم بیننده‌های عزیز شما درباره نامزدهای منطقه خود و برنامه‌های انتخاباتی آنها چه معلومات دارید؟ به ما نویسید. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید سال گذشته قرض کشور در نزد چین کاهش یافته است. به اطلاع رسمی دوشنبه از پکین فعلا 820 میلیون دلار قرضدار است که در قیاس با اولی سال 2024 حدود 80 میلیون دلار کمتر می باشد. امسال مهلت پرداخت پول یوروباندها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا می رسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد. مسئله قرض خارجی و طرز استفاده و برگرداندن آن در تاجیکستان همیشه یک موضوع نگران کننده بوده است. بخصوص قرضهای چین که شرط و شرایطش رسما اعلام نمی شود. طبق آمارهای اخیر وزارت مالیه تاجیکستان از کشور و سازمانهای مالی جهانی 3.2 میلیارد دلار قرضدار است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 19 فوریه سال 1939 هنرپیشه شایسته تاجیکستان تخته ابراهیمова تولد شده است. او اکثر عمرش در هیئت دسته ربابچی زنان فیلارمونی دولتی تاجیکستان کار کرده با اجرای ترانه‌های لیریکی بسیار معروف شد. ساز محبت، ایدی دلافروز، خندیده یارم آمد و دیگرها از ترانه‌های محبوب مردم به شمار می‌روند. 19 فوریه سال 2009 پارلمان قرقیزستان قانونی را امضا کرد که بر اساس آن پایگاه هوایی ایالات متحده در مناس کنار شهر بیشکک بسته شد. این پایگاه چون یکی از مرکزهای تامینگر نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان خدمت میکرد. این قرار به منفعت روسیه دانسته میشد و مسکو هم همان زمان به حکومت وقتی قرقیزستان وعده دادن قرض کلانی دراز مدت کرد. روسیه آسیای مرکزی را منطقه تحت نفوذ خود ارزیابی میکند و به حضور ایالات متحده آمریکا در اینجا ضد بود.
19 феврали соли 1966 зодрӯзи коргардони кино Носир Саидов аст. ӯ то солҳои 2000 бештар ба ҳайси коргардони дуюм бо ҳунармандони маъруфи мисли Давлат Худоназаров кор карда, баъди ин чун муаллифи филмҳои худ ном баровард. қиёми рӯз, Оинаи беҷило, Муаллим аст филмҳои комилу дидании Носир Саидов ба ҳисоб мераванд, ки дар озмунҳои касбӣ берун аз Тоҷикистон ҳам ситоиш шудаанд. субҳи имрӯз бонки миллӣ 1000 рублро ба 119 сомонӣ, 100 евро ба 1145 сомонӣ ва 100 долларро ба 1094 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. бо шумо то фардо худоҳофизӣ мекунем. хайр.